استاد جمشید واقعا یکی از استادایی است که ما در زندگی تو استاد ندیده بودم. یک استادی است که در بیرون از تمرین مثل یک دوست، مثل یک رفیق است و داخل جیم دوست و رفیق نمیشده، فقط همون چیزی که همون میخواد باید رو انجام بدی. واقعا تمرین بسیار تمرینش ثقیل است، بسیار فشرده است و قهرمانی بسیار خوبی را به جامعه تقدیم کرده. یک استاد بسیار مسلکی است. من از تمرینات بسیار خوش هستم. خب به خاطر از اینکه اولش که زبان ما است، زبانش رو میفهمم، چون باید در کنار یک کوچی باشه که زبان از رو بفهمه و من زبان از رو میفهمم. و دوم یک است که یک استاد کوچی است که از همه چه تکمیل است، از بوکسینگ بگی، MMA بگی، کراسفیت بگی. و بعضی استادا هست که تنها شاید هم MMA را بفهمه، از کراسفیت چیز را نمیفهمه، شاید از بوکسینگ بفهمه، از دیگه چیز دیگه رشته را نمیفهمه. و این استاد کسی هست که واقعا ما اولین بار است که ما تجربه میبینم از همه چیز برخوردار است، همه چیز نالوج، همه چیز میفهمه. یکی از خوبی‌های استاد جمشید است که ما این را انتخاب کردیم و استاد بسیار خوب، استاد بسیار با شخصیت است. راستش از وقتی که امروز استاد جمشید مدت یک ماه شده که تمرین میکنیم، تغییرات بسیار زیاد در وجود ما آمده، از لحاظ فیزیک، از لحاظ تکنیک، از هر لحاظ در وجود ما تغییرات زیادی آمده و پناه بالا ببینید در رینگ بخیر چی به نمایش میتیم ان شاء الله.